بازی خوب نشون میدهند، اما در دورهای اخیر آنها توانستند که با گرفتن رسولوف کتلو رسولوف بارها از وضعیت‌های استانداردی گوییم حملگران را با توپ تامین کرده است که با گل انجام یافتند. حالا این نوبت چیست؟ حالا خواهیم دید. پرتوفت انجام شود. پانامارینکا باز یک امکانیت خوب برای اوتابک کریموف ضربه نمیزند. نظروف ولی بومید بسیار ماهرانه و کمی بلند. اون نوبت در بازی با دسته خطران شودیبک کمی پایان‌تر زده بود، ضربه زمینی خود رو با اجرا رساند و اون با گل انجام یافت. این نوبت خیلی بلند زد و اون کمی بلندتر از ضربه زدن یا پرتافتن توپ با همدستایش همخوانه دارد. رحمت‌الله فوزایف هم دیدیم که در اونجا دستور میدهد. نه، کتلو رسولوف با نزد میدان دروازه می رود، به نزد ایوان پانامارینکا در نزد او خواهد بود. محسن عبدالغفور رو باشد این ضربه رو به اجرا خواهد رسونید. اولو ضربه محسن بسیار هم خطرناک ولی کمی دورتر از نزد. حالا باری دیگر ببینید محسن توپ رو تاب داد و کمتر هم، اما ایوان پانامارینکا فکر میکنم که اگر توپ باز نزدیکتر می اومد این توپ رو بر ضربه زده می شود. بسیار خطرناک و اینجا بسیار ایوان پانامارینکا خوب بازی میکند. از کنج میدان قریب بود که توپ وارد دروازه شود و باز تنفس روند. بار دیگر ببینید حکمت‌الله رسولوف چگونه توپ رو تاب داد. بسیار هم عالی بود. اگر پانامارینکا نمی بود شاید این توپ وارد دروازه میشد. ببینید حتی اینجا میدان دارد قسمی اولی واخوری با حساب 0-0. حالا باز ببینیم نادربک بسیار بلند بود. این پرتوفت برخورد به قلب کشتک بلند میشد. همین طور هم هست. همین طریق دوستان گرامی در واخوری دور هفتم چمپیونات مملکت در موسم سال 2020 بازی بین دسته‌های کوکتاش و کلوب مرکزی ورزشی ارتش با حساب